اگه تو هم میخوای که داخل ردد 2 بهترین اسب بازی رو به دست بیاری و اون رو تا جایی که میتونی قوی کنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. اول به این قسمت از نقشه بیایم. اینجا مکان بهترین اسب بازی، یعنی اسب عرب سفیده. با استفاده از طناب اونو بگیرید. وقتی که سوارش شدید با پشت سر هم زدن مربع اونو رامش میکنید. و بعد با نوازش کردن، غذا دادن و برس کشیدنش اون اسب مال خودتون میکنید. خب ما حالا اسب عرب سفید رو داریم، ولی برای قوی تر کردنش به چند چیز دیگه نیاز داریم که یکی از اونا تلیسمان دندون گرازه. گراز لژندری در این قسمت نقشه قرار داره که نشوناشو با یه حاله زرد نشون میده. و همینطور هم که میبینید یه مشتی هم به ما زد فرار کرد. با اسکین کردنش میتونید دندون گراز رو به دست بیارید. ما برای تلیسمن دندون گراز به 2 تا آیتم دیگه هم نیاز داریم که یکیش تو این قسمت از نقشه است و اینکه داخل یه غار کوچیک و داخل یه درشکه است. آیتم دوم تو این قسمت از نقشه قرار داره که داخل خونه این پیرزنه و از غذا کلی هم فوش بلده. تصمیم گرفتن که داخل خونش بایستن تا اینکه ببینم چی کار میخواد بکنه. گفتم دنبالش برم، شاید بتونم خونه پسراشو پیدا کنم. و بعد از کلی تعقیب کردن گمش کردم. بعدش با بزرگترین گله گوری که تا حالا دیدم مواجه شدم. خیلی خوب، از بحث اصلی دور نشید. بعدش به نزدیکترین فنس برید
و تلیسمن دندون گراز لژندری رو بسازید. حالا که تلیسمن دندون گراز رو ساختیم به یه آیتم دیگه هم نیاز داریم. زین پوست پلنگ. اینجا بهترین مکان برای شکار پلنگه. فقط کافیه که کنار این 3 تا سنگ تهمتون رو قرار بدین. فقط کافیه که منتظر باشید تا پلنگ پیداش بشه. years later. و اینجا بود که با خودم فکر کردم که بهتره برم داخل جنگل یه چرخی بزنم، شاید اونجا پیداش کردم. و همینطور که می‌بینید تا من پامو گذاشتم تو اون جنگل یا از ناکجا آباد ظاهر شد. بعدش به ترپر برید و پوست پرفکت پلنگ رو به او بفروشید. و حالا میتونید که زین پوست پلنگ رو بسازید. بعدش به نزدیکترین استبل برید و زین پوست پلنگ رو روی اسبتون بندازید. خب ما 2 تا آیتمی رو که میخواستیم و به دست آوردیم و همچنین یه سری کارهایی هم هستند که باعث میشه که نوار سلامتی و استقامت اسبتون بلندتر بشه. کارهایی مثل برس کشیدن اسب موقعی که کثیف باشه و یا غذا دادن بهش موقعی که گشنه باشه. و نوازش کردنش برای اینکه آروم بشه. Here we go. Okay, girl. و همچنین میتونید که با لید کردنش و باش قدم زدن اونو لول آپ کنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. برای ویدیوهای بیشتر این ویدیو رو لایک، کامنت بذارید و خوشحال میشم که چنل منو سابسکرایب کنید.